و تعداد دیگر از خیانت ها و اهانت هایی که شیعه در کتب مختلف خود بر علیه اهل سنت، بر علیه اصحاب رسول الله، بر علیه ازواج رسول الله، بر علیه خود الله سبحانه بیان کردند، آنها را ما از کتاب های شیعه پیدا کردیم و انشالله با حواله کامل خدمت شما میخوانیم. و ببینید شما آیا شیعه ای که با این عقیده منفور، با این عقیده باطل، این چنین عقیده داشته باشد، آیا این شیعه کافر است یا نه؟ آن جوانهایی که سوال کرده بودند شیعه چطور کافر است، من برایشان میگویم که این طور کافر است. این کافر بودن شیعه است و ثابت میکنم. چند تا از این حوالجات را برای شما میخوانم از کتب شیعه، گوش بفرمایید. چندین حواله از کتب شیعیان پیدا کردیم و اسم کتاب و صفحه و جلد و اسم مؤلف را برایتان بیان میکنیم. شما جوانان اهل سنت ببینید آیا شیعه‌ای که افکار و این چنین نظریات شوم و پلیدی داشته باشد آیا این کافر است یا مسلمان است که شما میگویید شیعه چطور کافر است؟ یک، خداوند سبحان معاذالله، خداوند سبحان انشالله ببخشد گرچه الفاظی بسیار کفر آمیز و غلط هستند، ولی جهت اثبات کفر شیعه و بیرون آوردن جوانان ساده‌لوح خود از سادگی و غلط فهمی آنها نسبت شیعه مجبورم این الفاظ غلط را بخوانم و الفاظی را که شیعه با زبان و قلم پلید خود بیان کردند مجبورم آنها را یک بار دیگر بخوانم. انشالله خداوند سبحان ما را از این گناه ببخشد. یک، خداوند سبحان گاه گاه دروغ هم میگوید و اشتباه هم میکند. این یکی از کتابه های شیعه هست، اسمش هست اصول کافی جلد 1 صفحه 328، اسم مؤلف یعقوب کلینی. دو، قرآن موجود تحریف شده میباشد. حواله حیات القلوب جلد 3 صفحه 10 مصنف میرزا بشارت حسین. 3، به خاطر خلفای شرابخوار این قرآن را تبدیل کردند، منظورشان خلیفه اول، دوم و سوم ابوبکر و عمر و عثمان میباشند. حواله کتاب ترجمه مقبول صفحه 479 مقبول حسین دهلوی. چهارمین مسئله، در این قرآن ستون کفر را استوار کردند معاذالله. تفسیر صافی جلد 1 مقدمه 6 صفحه 30 مطبوع تهران طبع جدید. در یک کتاب دیگر میگوید منافقین از قرآن خیلی چیزها را بیرون آوردند، اسم کتاب احتجاج تبرات جلد 1 صفحه 382 مطبوع قم طبع جدید. و چند تا دیگر از این حوالجات رو رد میکنم و در ادامه در یک جای دیگه میگویند حضور صلی الله علیه و سلم با حضرت عایشه در حالت حیض جماع میکردند، اسم کتابشون تحفه حنفیه صفحه 272 غلام حسین نجفی جامع منتظر. در یک جای دیگر انس بن مالک ساقی می دربان رسول صلی الله علیه و سلم بود که خبرهای جماع رسول صلی الله علیه و سلم را پنهان میکرد و رازدارش بود معاذالله. اسم کتابش یعنی تنزیه انصار حصه دوم صفحه 56 از غلام حسین نجفی جامع منتظر. در یک جای دیگر میگویند رتبه امامت از رتبه پیغمبری بالاتر است که اینو آخوند میگوید ما کی گفتیم حضرت علی از پیغمبر بالاتر است؟ این یک شیعه دیگه اینجا دارد میراشد که رتبه امامت از رتبه پیغمبری بالاتر است. اسم کتاب حیات القلوب جلد 3 صفحه 2 ملا باقر مجلسی ملعون لعین مطبوع تهران طبع جدید، خدا لعنتش کند بی شرف را. یکی دیگه پیغمبر گدای درد حضرت علی است، اسم کتاب خلقت نورانیه جلد 1 صفحه 201. در یک جای دیگه کسی که منکر خلافت اول علی باشد کافر است، حواله انوار الامانیه جلد 3 صفحه 264 مطبوع تهران طبع جدید. در یک جای دیگر میگوید شیعه میگوید حضرت ابوبکر و عمر و عثمان به خاطر ترک امامت حضرت علی مرتد شدند معاذالله. حواله اصول کافی جلد 1 حدیث 43 صفحه 420 مطبوع تهران طبع جدید. در یک جای دیگر وقتی امام مهدی می آید بر سر روضه رسول صلی الله علیه و سلم می رود، ابوبکر و عمر را از قبر بیرون آورده اعدام می کند معاذالله. مجمع المعارف صفحه 49 مطبوع تهران طبع جدید. یک جای دیگر شیعیان در کتب دیگر می نویسند گوشت و خون و پوست ابوبکر پرورده خون خنزیر است معاذالله. حواله مکالمات حسینیه صفحه 8 مطبوع تهران طبع جدید. یک جای دیگر خلفای ثلاثه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان از رام چندرجی هندوها هم افراد پلیدتری بودند معاذالله. اسم کتاب لعنتی ها آتشخانه بتول صفحه 47 از عبدالکریم مشتاق ملعون که به دست سپاه صحابه، به دست سربازان سپاه صحابه پاکستان به هلاکت رسید و قطع شد که جهنم بر او مبارک باد. در یک جای دیگر یکی از شیعیان می نویسد که در حضرت عثمان و حضرت طلحه منحوس بودند معاذالله، اسم کتاب کلید مناظر صفحه 270 برکت علی گوشه نشین. در یک جای دیگر می‌فرماید می‌سرد
ببخشید در یک جای دیگر شیعیان می‌سرند حضرت عثمان حضرت کلثوم را از اذیت جماع کشت و بعد در حالت مرده با او همبستری کرد معاذالله. اسم کتاب شیعه قول مقبول صفحه 432 غلام حسین نجفی جامع منتظر. در یک جای دیگر نوشتن اگر کسی اسم ابوبکر و عمر و عثمان را بر آله تناسل خود بنویسد و همبستری کند انزال نمی شود معاذالله. تحفه حنفیه صفحه 250 از غلام حسین نجفی منفور و ملعون مال جامع منتظر، خدا لعنتش کند. در یک جای دیگر می نویسند معاذالله پدر حضرت عمر با خواهرش زنا کرد در نتیجه عمر پیدا شد. ای مسلمانان شما بگویید آیا این شیعیان مسلمان هستند؟ حواله اسم کتابشون داستان اصحاب رسول از زبان قرآن و حدیث. چه اسمی؟ از داستان اصحاب رسول از زبان قرآن و حدیث از عاشق حسین نقوی، خدا لعنتش کند. میگویند که بعد از وفات حضور صلی الله علیه و سلم به جز 3 نفر بقیه تمام صحابی مرتد شدند، یعنی ابوذر و مقداد و سلمان. بدبخت فراموش کرده. اسم کتابش اول بگم روزه کافی جلد 8 صفحه 245 حدیث شماره 341 مطبوع تهران طبع جدید. فراموش کرده که علی و حسن و حسین هم صحابی بودند. میگه به غیر 3 نفر بقیه همه مرتد شدند. ای لعنت بر تو باد، آدم دروغگو حافظه ندارد. در یک جای دیگه این چنین ملعون ادامه میدهد معاذالله حضرت عایشه همانند دختران آمریکایی یا اروپایی بود معاذالله. اسم کتاب لعنتی ها حقیقت فقه حنفی صفحه 6 غلام حسین نجفی لاهور. در یک جای دیگه این چنین بیان میکند حضرت انس بن مالک، ابو هریره، عمرو بن عاص، امیر معاویه و عایشه از بدترینان زمانه خود بودند معاذالله. اسم کتابشون مکالمات حسینیه صفحه 59 طبع تهران طبع جدید مطبوع تهران طبع جدید. در یک جای دیگه این چنین او میکند چیه؟ میگوید که مادر حضرت امیر معاویه از زنان مشهور بدکار مکه بود معاذالله. اسم کتاب لعنتی ها احسن المقابل جلد 2 صفحه 472 مال صفدر حسین نجفی ملعون بانی جامع منتظر لعنت الله علیه. در یک جای دیگر این چنین ادامه میدهد چیه؟ میگوید که حضرت عبدالرحمن بن عوف فرعون امت بود معاذالله. سیاست راشده صفحه 195 از علی اکبر شاه کراچی. حالا که رسول الله میگویند حضرت عبدالرحمن بن عوف از بهترینان و از امانتدارترینان بودند و ایشان را از عشره مبشره به حساب آوردند و ایشان را در زندگی خود قرآن بشارت بهشت دادند. ای لعنت بر شیعه‌ای که در رابطه به این چنین بگوید. در یک جای دیگه میگوید مادر حضرت عمرو بن عاص بدکار مشهور مکه بود معاذالله. تاریخ احمدی صفحه 219 از نواب احمد حسین لاهور که همین آخوند شیعه در گراش هم مثل سگ او میکند و میگوید معاذالله که مادر عمرو بن عاص وقتی که عمرو بن عاص به دنیا آمد مادرش کمپانی نجاست بود معاذالله. این یکی دیگر از کفار است که در پاکستان مثل خر میسرد. در یک جای دیگر شیعه این چنین میگوید که ادعی ناصری که ولایت علی را انکار میکردن جهت رفع حاجت یعنی ادرار به گوشه ای رفتن تا ادرار کنند. هرچی نشستند ادرارشان نیامد تا اینکه از آله تناسل یکی از آنها صدایی آمد که میگفت ولایت علی را قبول کنید، آن وقت ادرار میآید. آنگاه ولایت علی را قبول کردند ادرارشان آمد. ای بدبخت فلک زده. اسم کتابش اول بگم آثار حیدری ترجمه تفسیر حسن عسکری صفحه 557 مصنف شریف حسین امامی کتابخانه لاهور. ای بی شرف جون، مگر امامت علی در داخل آله تناسل اون ناصبی ها بود که باید اقرار بکنن تا ادرارشان بیاد بیرون؟ تو داری اهانت به حضرت علی میکنی. ای بی شرف، تو به هیچ کس ایمان و اعتماد نداری، تو دشمن اسلام هستی. و در یک جای دیگر میگوید امام جعفر صادق از جای نماز بلند نمیشد مگر اینکه بر 4 ملعون و 4 ملعونه لعنت نمیفرستاد. و امام جعفر میگفت یا الله لعنت تو بر ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه و حفصه و هند و ام الحکم باد. ای لعنت بر شما باد، لعنت بر شما باد که این چنین الفاظی به زمان می آورید. که در این رابطه امام جعفر صادق هرگز خبر ندارند و شما شیعیان این دروغ ها را از طرف خودتان درست میکنید. اسم کتابشان هست عین الحیات صفحه 599 از ملا باقر مجلسی حرامزاده ملعون مطبوع تهران طبع جدید. و در یک جای دیگه میگویند حضرت عایشه ناصبه شد و مرد. ناصبه از سگ و خنزیر بدتر است معاذالله. اسم کتابشون تحفه حنفی صفحه 41 غلام حسین نجفی جامع منتظر. در یک جای دیگر میسرند سوره نور به خاطر ظاهر کردن کفر و نفاق عایشه نازل شد معاذالله. حیات القلوب صفحه 594 از ملا باقر مجلسی ملعون حرامزاده مطبوع تهران طبع جدید. در یک جای دیگر شیعه این چنین میگوید حضرت عمر فاروق کافر اصلی و زندیق بود معاذالله. اسم کتابشون کشف الاسرار صفحه 119 از خمینی ملعون رهبر کفر نظام شیعه ملعون ایران.
مصنف این کتاب خمینی ملعون هست که میگوید حضرت عمر فاروق کافر اصلی و زندیق بود. در یک جای دیگر میگوید حضرت شیعه میگوید حضرت ابوبکر صدیق مشرک، عمر منافق و عثمان کافر بود معاذ الله. حواله شیعیان علی و شأن آنها، صفحه 54 غلام حسین نجفی. در یک جای دیگر میگویند حضرت عمر زانی مشهور بود معاذ الله. اسم کتابشان تنزیه انصاب، صفحه 77 قسمت اول از همون غلام حسین نجفی ملعون. در یک جای دیگر میگویند حضرت عایشه و حضرت حفصه دو ازواج رسول مثل روباه چالاک زبان بودند معاذ الله. حواله اسم کتابشون چراغ مصطفوی، صفحه 169 از اشتیاق قاسمی.